سلامت و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این قسمت همونجوری که توی کاور و تایتل متوجه شدید میخوایم که اینو بسازیم، این چیزی که اینجا هست رو بسازیم. داستان ویدیو اینه که توی یه پروژه‌ای میخواستیم که برای این قسمت، یعنی معرفی سوشال یا همون اینستاگرام مجموعه، یه بنری طراحی کنیم که همه این مثلا عکس باشه بذاریم اینجا. گفتم بهشون که اگه بخواید اینقدر عکس بذارید، خب قاعدتا از اینقدر عکس حجمش بیشتره و میخوایم سعی کنیم که صفحاتمون رو حجمش رو بیاریم پایین دیگه. خب بریم سراغ کارمون. میخوام ویدیو رو زیاد طولانیش نکنم. در مورد سایت بهتون میگم، سایت راکت داتایاره که من طراحیش رو بعضیش دوست دارم. بیاید یه سر بهش بزنید، سایت قشنگیه. خب من این سایتی که این چیزی که توی لوکالا ساختیم با هم دیگه و 3-4 جلسه است داریم روی این کار میکنیم، اینم از جلسات قبلی مونده، هدر و فوتر و اینا. توی همین براتون یه برگه جدید میسازم، یه برگه تازه میسازیم اینجا. مثلا چی بذاریم؟ اممون نخورد. خب بریم سراغ ساختن این المان. خب من دیگه اینا رو اصلاحشون نمی کنم، یه دونه کانتینر میسازم اینجا. بچه این یه کانتینر کلیه، ممکنه مثلا قبلش بعد شما چیزهای مختلف بخواید بسازید و ارزش دست خودتونه دیگه. میتونید اینجا تنظیم کنید که چه ارزی داشته باشه. مثلا من ارزو میذارم براش. دقت کنید این یه ارز فیکسی داره که از بالا تا پایین همش رو روی همون ارز زدن توی این سایت. یه کانتینر میگیرم میندازم اینجا. میخوام این چیزو در بیارم دیگه ازش، این تر رو در بیارم ازش. یه کانتینر میگیریم میندازیم اینجا و چیکارش میکنیم؟ توی اینجا یه دونه گرادینت داریم، این ورش این رنگیه، این ورش این رنگی. اول بیایم اینو در بیاریم. بچه‌ها من یه کالر پیکر دارم اینجا، یه اکستنشن کرومه. بذارید با این کار نکنم، شاید شما نخواهید اینو نصبش کنید. من میام گزینه آخر راست کلیک رو میزنم. اوه شاید چیز داره. ببین اینجا اومده 3 تا رنگ داده بهمون. اصلا گیرم که این رنگا رو نخوایم از همینجا کپی کنیم، روی یکی از این رنگا میزنیم. من این قطره چکونه رو میزنم، میام راست اینجایی که این رنگو داره اینو انتخاب میکنم و کنترل سی کپیش میکنم. میام اینجا اینو تنظیماتش رو انتخاب میکنم، توی استایل میام توی پس زمینش گرادینت رو میزنم، اینو انتخاب میکنم و این کد رنگی که کپی کرده بودم اینجا پیستش میکنم، درستش میکنم، نگران نباشید. این از بالا به پایین الان. بعد دوباره میایم اینجا و اینو میزنیم و میایم این گوشش رو انتخاب میکنیم، کنترل سی اینو یه ریلود کنیم. ریلود چی گفتم؟ اینو دوباره کنترل وی میکنیم. خب الان این از بالا به پایینه، این از چپ به راست یا راست به چپه. چیکارش میکنیم؟ اینجا میتونیم زاویهش رو تغییر بدیم. مثلا من میام اینو 90 درجهش میکنم و خب اینم اوکیه. بچه‌ها نگاه کن یه همچین چیزی داریم. گوشه‌های این گرده، بریم گوشه‌های اونم گردش کنیم. گوشش رو 25 تا به این انحنا میدیم. و دیگه چی داریم؟ خب این عکسه. این عکس رو من اینو بزنم بره. راست کلیک کنید میتونید که اینجا سیو ایمیج از رو بزنید. من قبلا اینو دانلودش کردم. خب میام این راستی این کانتینر رو انتخاب کنید، تنظیماتش رو بیایید توی قسمت طرحبندی و از راست به چپش افقیش کنید. در حقیقت دوباره برگردید اینجا، این تصویر رو بیایید بندازید اینجا. تصویری که آپلود کردید رو انتخاب کنید. من گزینش رو میزنم. خب اینا رو تنظیم میکنیم که این بیاد بالا و اینا. توی قسمت بعدی یه متن داریم، متنم میندازیم اینجا. من یه سربرگو بیارم بندازم اینجا در حقیقت و کنترل وی اینم درستش میکنیم، نگران نباشید. یه ذره کوچیک‌ترش کنیم. البته خب میتونید این کارم انجام بدید، بزنید توی پیشرفته، این باید روی سفارشی باشه و از اینجا مثلا تنظیمش کنید که چقدر ارز داشته باشه. الان میخوام المانا رو فقط اضافه کنیم. خب بیام یه دکمه دیگه هم داریم، یه دکمه دیگه، یه دکمه هم اینجا داریم، دکمه‌مون هم اضافه میکنیم. خب حالا بریم درستش کنیم. اول میام توی تنظیمات کانتینر، اینو روی وسط میذارم که همه المانامون بیام اینجا
با هم دیگه طراز بشن. بعد این عکسمون زده بیرون، نگاه کن اینجا گوشه‌شو، این یعنی نصفش بیرونه. من اینو انتخاب میکنم. اول رزولوشنش روی کامل میذارم که کیفیت مناسبی بده بهمون. بعد میام توی پیشرفته، ببینید اینجا اگه بخواید همه چیزاشو دقیق بزنید که ما این کارو نمی‌کنیم معمولا، اینو میزنیم اینسپکت رو میزنیم و توی این قسمت نگاه کنید منهای 7 تا از پایین و منهای 80 تا از بالا مارجین داده. خب توی اینجا منهای 80 و از پایینم منهای 7 تا. خب برای اینکه اینا قاطی نشن من یه فاصله گذار اینجا بذارم تا بذار فاصله بگیره. این کار خاصی نمیکنه، این فقط می‌خواستم قاطی نشه بود. اینو اوکی کردیم بچه‌ها. الان نگاه کنید این فاصلهش زیاده با این. میتونید شما اینو مثلا یه ذره بیارید اینورتر. حالا تنظیمات خود این نوشته هم اوکی کنیم. رنگش اول فکر کنم سفید بود. فونتش تایپوگرافی، حالا فونتش فکر کنم یکان بخه. ما بکنم یکان بخ رو نداریم. اگه دوست داشتید مثلا دقیقا همون فونت باشه میتونید یکان بخ رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید. یه مقدار بزرگترش میکنم اینو و کاری که میکنم اینه که توی تنظیمات این میام توی قسمت حاشیه خارجی از سمت راست یه مقداری مارجین منفی بهش میدم که این بیاد نزدیکتر بشه به این. اگه دقت کنید اینم میبینید این اومده توی این فاصله قرار گرفت. خب دگمه، بریم سراغ دگمه. دگمه چی داره؟ اینجا دگمه رو انتخاب میکنیم. خب دگمه رو انتخاب میکنیم و این متنش اینجا کپی میکنیم. خب دوباره تنظیمات دگمه رو میریم، تایپوگرافی، مثلا روی متن میذاریم اون چیزایی که از قبل تنظیم کردیم ها. توی جلسات قبلی اینا رو تنظیم کردیم. اگه ندید برگردید نگاه کنید. اگر هم نمیخواید نگاه کنید بیاد اینجا، مثلا میتونید اینجا فونتش رو انتخاب کنید و اینجا تنظیمش کنید که چه اندازه‌ای داشته باشه. اگه میبینید که فاصله‌اش زیاده نمیخواید اینقدر فاصله داشته باشه، اینجا میتونید که فاصله‌اش رو، پدینگش رو تصمیم بگیرید چقدر باشه و اینجا رنگش چی باشه؟ توی حالت اولیه که سفیده روی سفید میذاریمش. نوشتهش رفت. حالا چیکار کنیم؟ رنگ متن رو اینجا انتخاب میکنیم. خب ما میگیم که متن رو این رنگی کن. فکر میکنم که آره همین چیزا باشه. تایپوگرافی بچه‌ها و اینجا هم میتونیم روی پیکسل بذاریم بهش بگیم که مثلا 12 پیکسل، مثلا 15 پیکسل باشه. خب پدینگش یه مقدار بیشتر میکنیم. اینجا چی داره که این نداره؟ ببینید اینو ببندم. یه دونه هاور باید برای این تنظیم کنیم. یه دونه اینجا این چیزه آیکونش اول اضافه میکنیم. بچه این آیکونی که توی اینجا داره اگه دقیقا اینو بخواید، من دوباره یه اکستنشن دارم اینجا که SVGS اکسپورت میاد SVG هایی که اینجا داره رو بهتون میده که چیا هستن. مثلا این SVG اینو میزنید و دانلود رو میزنید، دانلود میکنه. من اینو دانلود کردم قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم. میام اینجا و آپلود رو میزنیم. من اینجا قبلا آپلودش کردم. انتخابش میکنم و میاد اینجا. خب میام توی استایل. خب این اوکیه. بعد کاری که انجام میدیم اینجا هم بیایم یه پدینگ صفر در نظر بگیریم. فکر میکنم اینجوری بهتره. و یه کار دیگه ببینیم فرقشون چی. قسمت هاورش، وقتی این هاور میشه باید رنگش عوض بشه. ما میام توی استایل و قسمت هاور رو انتخاب میکنیم. رنگ متنش میشه سفید. من اینجا سفید رو انتخاب میکنم.
و پس زمینش هم رنگ بکنم پس زمینش ترانسپرنته، یعنی پس زمینش میره. آره این اوکیه. فقط الان حاشیه نداره. ببین اینو کاور میکنیم، این حاشیه سفیده. یه حاشیه بهش میدیم، نوع حاشیه رو میذاریم 1 پارچه، ضخامتش رو میذاریم 1 پیکسل و رنگش رو میذاریم روی سفید. انتشار رو میزنیم، بریم ببینیم چیکار کردیم. خب الان میتونیم اینجا یه سری چیزا رو با هم دیگه تنظیم کنیم که بیایم اینجا توی طرح‌بندی فاصله اینا رو یه مقدار بیشترش میکنیم. الان ببینید میتونید اندازه‌ها رو بزرگتر کنید، کوچیک‌تر کنید، هر چیزی که میلتون هستش. الان میتونیم اینو یه مقداری دگمه‌اش رو بزرگتر کنیم بسته به اون چیزی که دوست دارید باشه. میبینید همونطور که میبینید یه چیزی شبیه به اون چیزی که توی سایت راکت داشتیم رو در آوردیم. اگه میخواید دقیقاً فونتاش اینا باشه، این فونت یکان بخ اگه اشتباه نکنم، میتونید تهیه‌اش کنید، نصب کنید روی المنتورتون. اگه جایی به مشکل خوردید و فکر میکنید که نیاز دارید سوالی بپرسید، حتما توی کامنت ها بپرسید، خیلی دقیق بهتون جواب میدم که چجوریه. اگه ویدیو رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که لایک اون پایین رو رنگیش کنید و فراموش نکنید که برای دیدن ادامه قسمت های این پلیلیست کانال رو سابسکرایب کنید و در ادامه با همون همراه باشید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدارتون.